یکی میگن که همین جدا و همین جدا تفتیشات اومد یا تلخف میشه مردم. ای مخلوق خدا تلخفه، اما او خدایی که جهنم داره، او خدایی که ابدی میسوزونته. شریعت به این بزرگی اومده، شریعت شوخی میکنه. هست یا نه میکو؟ واسه همینجا ما بودو یک از درویا دکومنت تگو همه به خشوع نمیدون چه تنشکوا، اما در مقابلی قبله ایستادن پروا نداره. در نماز تلفن زنگ میزنه، 10 کسی دیگر را غم میتیه، یک کبر و غرور قدم ایسته، برای که نمیشناسه خدا را. ولی اما خدایی که یک قطره آب خلقش کردگی، این یک قطره آب خلق کردگی، سازنده را ما نمیشناسیم. ما سازنده را شناسیم که در پیش خمیازه نمیکشیم، میترسیم خمیازه کشیدن در نماز، ولی نمیشناسیم. اما اون مخلوق را میشناسیم که ما را کم ترگیاچی ها جریمه میکنه، یکون روز مقصد دیگر غم میتیم، اما از او تلخ کف میشیم. در او بچی به خشوعیم، به خضوعیم، دو دست پیش بریم، تلخ کفیم. اما از آفرنده که ما را از یک قطره آب آفریده، در پیش او ما خشوع نداریم. پیام دارم به جوانهایی که نماز نمیخوانند، بر اینها میگویم که برادران عزیز، دنیا فانی شده نیست، دنیا میره و قیامت میشه دنیا. آیا ای جوانها دوست دارین که در روز قیامت الله متعال از شما سخت پرسان میکنه؟ خبر دارین که آدم بین نماز خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. میگه کی بنده چی کنه؟ یک بنده بین نماز خذوه فغلوه، ایره بگیره بانمو زنجیرهای 35 متره آتش جهنم ایره بسته کنه، با کت گرز دم کلید که میزنه تبدیل به خاکستر میشه، اعضای بدنتان سست میشه. نکنید برادرای عزیز.